Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! رونالدو هشدار داده بود امباپه گوش نکرد. سلام و وقت بخیر. به ورزش 3 خوش آمدید. 2 ماه پیش رونالدو درباره آنچه ممکن است برای امباپه در ریال مادرید اتفاق بیفتد هشدار داده بود. امباپه در ریال مادرید عملکرد خوبی ندارد. این ستاره فرانسوی که تابستان گذشته برای تکمیل یک تیم قهرمان به این باشگاه پیوست، اکنون به خاطر شکل بازیش و همچنین از دست دادن 2 پنالتی متوالی که در نهایت در شکست ریال مادرید تاثیرگذار بود، بیشتر از همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری بر این باورند که امباپه نتوانسته فشار بازی در ریال مادرید را به خوبی مدیریت کند. و جالب این که در سپتامبر گذشته کریستیانو رونالدو هشدار داده بود که چنین چیزی ممکن است برای او اتفاق بیفتد. فوق ستاره سابق ریال مادرید در مصاحبه‌ای در مورد امباپه گفته بود که باید ببینیم او از نظر ذهنی چگونه است و آیا میتوان به خوبی با فشارها کنار بیاید یا خیر، زیرا ریال مادرید مثل پی اس جی نیست. میتوان با اطمینان این را به شما بگویم. امباپه به ریال رفت و همه میپرسند آیا ریال مادرید با او بهتر خواهد شد؟ نمیدانم. باید ببینیم. کریستیانو اضافه کرد: من فکر میکنم ریال مادرید قوی خواهد ماند. اما نمیدانم آیا از سال گذشته بهتر خواهد بود یا نه. باید ببینیم. فقط خدا میداند. اما آنها تیم خوب با بازیکنان بزرگ دارند. ویدیوی این مصاحبه اکنون با توجه به وضعیت بعد امباپه درباره امباپه چندان هم اشتباه نکرده بود. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. لطف نموده چینل ورزش 3 را سابسکرایب کنید تا از گزارش‌های ورزشی جدید با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.